که آمریکایی‌ها بدانند که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. اونها و غیر اونها بدانند که اگر خباثتی نسبت به ملت ایران انجام بدند سیلی سخت خواهند خورد. یک اشتباه بزرگی رو سیاستمداران آمریکایی و اروپایی و امثال اینها میکنن و اون این که مراکز مقاومت در منطقه رو اسمش میگذارن نیروهای نیابتی ایران. با اونا اهانت میکنن. نیابتی یعنی چه؟ ملت یمن انگیزه داره. مقاومت ها، مراکز مقاومت در کشورهای منطقه انگیزه دارن. ایران جمهوری اسلامی نایب لازم نداره. نیابتی یعنی چه؟ خودشون هستند. در آغاز غصب فلسطین یکی از کشورهایی که در خط مقدم مقابله با این کار انجام گرفت کشور یمن بود. حاکم اون روزش بلند شد رفت در یک اجتماع بین‌المللی شرکت کرد. مخالفت کردن. مخالفن با این دشمنی ها، با این خباثت ها، با این ظلم هایی که رژیم صهیونی غاصب خبیث نسبت به مردم انجام میده. اعتراض دارن، ایستادگی میکنن، مقاومت میکنن. بحث نیابت نیست اینجا. اشتباه بزرگشون اینه که خیال میکنن اینا نایب به نیابت از ایران دارن این کار میکنن. نه به نیابت نیست. نظر ما معلومه، نظر اونها هم معلومه.